سلام، به کانال من خوش اومدی. بیشتر زنها وقت زیادی رو صرف این میکنن که مردی رو متقاعد کنن که دوستشون داشته باشه، به اونا اهمیت بده یا متعهد باشه. اما واقعیت اینه که مرد مناسب تو رو مجبور نمیکنه که ارزش خودت رو مدام ثابت کنی. رابطه درست بی‌نقص نیست. دعوا و روزهای سخت هم داره. ولی چند نشونه مهم وجود داره که نشون میده این رابطه ارزش ادامه دادن رو داره یا نه. پس اگه آماده‌ای بزن بریم. لازم نیست برای توجه و محبت التماس کنی. تا حالا شده احساس کنی مدیر عامل رابطه خودتی؟ همیشه تو پیام میدی، تو برنامه ریزی میکنی، تو مشکلات رو حل میکنی و اگه تو دست از تلاش برداری همه چیز متوقف میشه. دختر جون، این یه هشدار جدیه. وقتی مردی تو رو واقعا بخواد لازم نیست مدام یادآوری کنی که وجود داری. اون برات وقت میذاره، سراغت رو میگیره و تلاش میکنه، نه چون مجبوره بلکه چون براش مهم هستی. عشق نباید یه پروژه یه طرفه باشه. کنارش آرامش داری، نه سردرگمی. بعضی‌ها عشق رو با هیجان و استرس اشتباه میگیرن. هر روز منتظری ببینی پیام میده یا نه، رفتارش رو تحلیل میکنی. با دوستا درباره یه استوری یا یه پیام ساده جلسه بررسی تشکیل میدی. اما این عشق نیست، این سردرگمیه. وقتی نیت یه مرد واقعی باشه لازم نیست نقش کارآگاه رو بازی کنی. شاید کامل نباشه اما تکلیفت با اون روشنه. میدونی که به تو اهمیت میده و میتونی روی حضورش حساب کنی. اگه تا اینجای ویدیو برات مفید بوده یه لایک بده تا من با انرژی بیشتری ادامه بدم. آرامش توی رابطه از همه چیز مهمتره. توی تصمیم‌هاش جایی برای تو وجود داره. به حرفا کمتر و به تصمیم‌ها بیشتر نگاه کن. خیلی‌ها میگن تو برای من خیلی مهمی، اما سوال اصلی اینه آیا توی برنامه‌هاش، توی آیندهش جایی برای تو وجود داره؟ وقتی کسی رو بخشی از آینده‌ات ببینی، ناخودآگاه اونو توی تصمیم‌ها در نظر میگیری. زمان، برنامه‌ها، اهداف و انتخابات دیگه فقط مربوط به خودت نیست. مردی که تو رو جدی میبینه برات توی زندگیش جا باز میکنه. کنار اون خود واقعیت هستی. یکی از زیباترین نشونه‌های یه رابطه سالم اینه که مجبور نیستی نقش بازی کنی. لازم نیست که مدام نگران باشی که نکنه حرف اشتباهی بزنی یا اگه خود واقعیت نباشی طرف مقابل ترکت کنه. توی رابطه درست احساس امنیت میکنی، میتونی نظرت رو بگی، اشتباه کنی و خودت باشی. رابطه در جا نمیزنه. شاید مهمترین نشانه همین باشه. رابطه باید به سمت جلو حرکت کنه. لزومی نداره همه چیز خیلی سریع پیش بره، اما باید پیشرفت وجود داشته باشه. اگه ماها یا حتی سالها گذشته و هنوز نمیدونی این رابطه به کجا میره، هنوز تعهد مشخصی وجود نداره و همه چیز مبهمه، باید به این موضوع توجه کنی. آدم‌ها ممکنه برای شرایط زندگی به زمان نیاز داشته باشن، اما علاقه واقعی معمولاً حرکت ایجاد میکنه. کسی که آینده‌ای با تو میبینه قدم برمیداره، برنامه میچینه و رابطه رو جلو میبره. چند نکته مهم. مهمترین نشانه های یه رابطه خوب ظاهر یا پول یا حتی هیجان شدید نیست. رابطه درست بر پایه ثبات، آرامش، توجه و رشد و پیشرفت ساخته میشه. مرد مناسب باعث نمیشه مدام ارزش خودتو زیر سوال ببری یا برای کمترین محبت بجنگی. رفتارهاش به تو احساس امنیت میده و زندگیت رو بهتر میکنه. در نهایت مرد مناسب رو از حرفاش نمیشناسی، از رفتارهای تکرار شونده و ثابتی که هر روز نشون میده میشناسی. به نظر شما مهمترین نشونه این رابطه سالم چیه؟ تجربتون رو توی کامنت ها بنویسید. اگه این ویدیو برات مفید بود ممنون میشم که لایک کنی و کانال رو سابسکرایب کنی. به زودی میبینمت. خدا نگهدار دوست خوشگلم.